سلام به رویت، خنده روی لبت. بابای مهربونم رفته بوده شلمچه، اون از شلمچه برگشت خسته و تنها برگشت. وقتی که رفت سوریه اما دیگه برنگشت. بابای مهربونم دلم برات تنگ شده، برای اون خنده هات خیلی دلم تنگ شده. امروز میخواهم از کسی صحبت کنم که همیشه با من است.